مغازه این 3 مدل افراد به هیچ عنوان نرو. دسته اول مغازه‌داری که مدام غر میزنه و شکایت میکنه. ببین مغازه‌ای که توش مدام ناشکریه انقدر انرژی منفی وجود داره که هر جنسی هم بفروشه برای مشتری هیچ خیر و برکتی نداره. دسته دوم مغازه‌دار چشم تنگ و حسود. تا حالا شده وارد مغازه‌ای بشی احساس کنی که بیحال شدی و انرژیت اومده پایین؟ وقتی وارد مغازه‌ای میشی که صاحبش چشم دیدن موفقیت و خوشی دیگران رو نداره، انرژی منفی اون فضا روی تو هم اثر میذاره و برکت و شادی و رونق رو از مسیرت دور میکنه. دسته سوم مغازه‌دار بد اخلاق. مغازه‌داری که زود از کوره در میره و پرخاشگری میکنه دائما. این مغازه‌دار با رفتار و کلامش برکت رو از کسب و کارش دور میکنه و وقتی وارد مغازش میشی انرژی منفیش روی انرژی، ثروت و برکت تو هم تأثیر میذاره. اگر همچین افرادی دور برت هستن بهتره که هر چه سریعتر ازشون فاصله بگیری و به جای وقت گذروندن با این افراد تمرکز کنی روی خودت و یادگیری قوانین مثلث پولساز تا برکت و فراوانی و وارد کسب و کارت کن. این قوانین ساده پولساز رو من توی یک وبینار 4 روزه 0 تا 100 رو بهت یاد دادم. اگه میخوای مهمون من توی این وبینار باشی کافیه که این زیر عدد 4 رو کامنت کنی، بری سری دایرکت رو چک کنی که لینک ثبت نام رایگان توی این وبینار رو برات فرستادم. توی وبینار میبینم.